سوره روم یعنی رومیان در مکه نازل شده است و از 60 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومیان شکست خوردند از دست فارسیان در نزدیکترین سرزمین، ولی آنها بعد از شکستشان به زودی غالب خواهند شد. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. در مدت چند سال پیش از این پیروزی و پس از این پیروزی فرمان از آن الله است و آن روز که رومیان غالب شوند مؤمنان شادمان می شوند. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. به سبب یاری الله هر کس را که بخواهد یاری می کند و هر کس را که بخواهد خوار می کند و او پیروزمند است، مغلوب نمی شود و مهربان است به بندگان مؤمن خود. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله به مؤمنان پیروزی رومیان بر فارسیان را وعده قطعی داده است و الله وعده‌اش را خلاف نمی کند، ولی بسیاری مردمان یعنی کافران مکه نمی دانند که وعده الله حق است. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آنها فقط به ظاهر زندگی دنیا و آرایش آن آگاهند و از امور آخرت بیخبرند. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا کسانی که به دیدار الله ایمان ندارند و پیامبرشان را باور ندارند در خودشان اندیشه نکردند که الله آسمانها و زمین را و هرچی در میان آنهاست جز به حق و تا زمان معین ناآفریده است و هر آینه بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان ایمان ندارند. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا این کافرانی از آخرت بیخبر در زمین نگشتند تا بینگرند که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بوده است؟ آنها در جسم بس نیرومندتر از آنها بودند و زمین را شدگار کردند و در آن
زراعتها کاشتند و بیش از آنچه اینها یعنی اهل مکه آبادش کردند آن را آباد ساختند، ولی عمارت‌های آنها و عمر درازشان به آنها فایده نکرد و پیامبرانشان با معجزه ها به سویشان آمدند، ولی با وجود این آنها ایمان نیاوردند. پس الله بر آنها ستم نکرده است، بلکه آنها با شرک و معصیت خود در حق خویش ستم می‌کردند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سپس عاقبت آن کسانی که کارهای بد کردند بدتر شد، زیرا آنها آیات الله را دروغ برآوردند و آن را به مسخره می گرفتند. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الله آفرینش موجودات را آغاز می کند، سپس آن را دوباره برمیگرداند. آنگاه همه خلق به سوی او بازگردانیده می شود. پس نیکوکاران را به سبب نیکوکاریشان و بدکاران را در برابر بدکاریشان جزای مناسب می دهد. و روزی که قیامت برپا شود، گناهکاران آن روز برای نجات یافتنشان از عذاب حیرت زده و ناامید بمانند. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. و برای آن مشرکان از معبودانشان که آنها را در دنیا به جای الله عبادت کرده اند هیچ شفاعت کننده نخواهد بود و خود نسبت به معبودانشان باور ندارند، بلکه در این وقت معبودانشان از آنها بیزاری می جویند و آنها نیز از معبودانشان بیزاری می جویند. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. و روزی که قیامت برپا شود در آن روز اهل ایمان و اهل کفر از یکدیگر جدا شوند. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. اما آنهایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، پس آنها در باغ‌های جنت در شادی و سرخوشی مورد اکرام و انعام قرار می‌گیرند. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. و اما کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را که پیامبران برایشان آورده بودند و دیدار آخرت را دروغ برآورده اند و انکار کرده اند، پس به سبب ایمان نیاوردنشان در دنیا آن گروه در عذاب دائمی حاضر ساخته می شوند. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پس ای مؤمنان هنگام شام و صبح الله را به پاکی یاد کنید. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. و سپاس و ستایش او راست در آسمان ها و زمین هنگام عصر و به هنگامی که نیمروز می رسد.
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله تعالی زنده را از مرده بیرون می آورد به مانند بیرون آوردن انسان از نطفه و بیرون آوردن چوجه از تخم و مرده را از زنده به مانند بیرون آوردن نطفه از انسان و بیرون آوردن تخم از چوجه و زمین را پس از مردنش نیز زنده می سازد و شما نیز اینچنین از قبرها برای حساب و کتاب بیرون کرده می شود. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. و یکی از این نشانه های بزرگ و کمال قدرت الله این است که پدر شما آدم علیه السلام را از خاک بیافرید تا آنگاه انسان‌های زیاده شدید و به هر سو پراکنده گشتید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و از نشانه های دلالت کننده بر بزرگی او و کمال قدرتش آن است که برایتان از جنس خودتان همسران آفرید تا با آنها آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. البته در این آفرینش عبرت‌هایی است دلالت کننده بر قدرت الله و یگانگی او برای مردمی که می اندیشند. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. و از نشانه های دلالت کننده بر بزرگی و کمال قدرت او آفرینش آسمان ها و زمین و گوناگونی زبان ها و رنگ هایتان است. بیشک در این امر نیز برای دانشوران عبرت های است. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. و از نشانه های دلالت کننده بر بزرگی و کمال قدرت او خوابیدن شماست در شب و روز برای استراحت و طلب رزق و روزی شما از فضل اوست. البته در این امر عبرت های است برای مردمی که میشنوند. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و از این نشانه های دلالت کننده بر بزرگی و کمال قدرت او که برق را برای ترسانیدن و امیدوار ساختن به شما نشان می دهد و از آسمان باران می فرستد پس زمین مرده را با آن زنده می سازد. البته در این عبرت های است دلالت کننده بر کمال قدرت و حکمت و احسان او برای کسانی که به عقل در میابند. و من آیاته ان تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.
و از نشانه های دلالت کننده بر بزرگی و کمال قدرت او که آسمان و زمین به فرمان او برپایند. پس نه به جنبش درآیند و نه آسمان بر زمین افتد. سپس الله تعالی شما را از زمین با ندای فرا می‌خواند و شما ناگهان به شتاب از زمین بیرون می‌آید. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. از آن اوست هرچی در آسمان ها و زمین است، از فرشتگان، انسان، جین، حیوان، نباتات و جمادات و همه فرمان بردار او هستند. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. و اوست که آفرینش را آغاز می کند، سپس آنها را پس از مرگ زنده باز می گرداند و این کار بر او آسان تر است و بالاترین مثل در آسمان ها و زمین از آن اوست. هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بیناست و او تواناست که هرگز مغلوب نمی شود و در گفتار و کارهایش و تدبیر امور خلقش با حکمت است. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الله برایتان ای مشرکان از خودتان مسئله زده است. آیا بندگانتان یعنی غلامانتان در آنچه به شما رزق و روزی داده ایم با شما شریک هستند تا شما در آن برابر باشد، همان گونه که شما از شریکان آزاد خود بیم دارد از آنها هم بیم داشته باشد. حقیقتا هرگز شما به این تقسیمات راضی نمی شود. پس چگونه راضی می شود که برای الله کسی را از مخلوقش شریک می آرد؟ این چنین آیات را برای گروهی که خیرت می ورزند بر روشنی بیان می کنیم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلکه ستمکاران به هیچ دانش از هوای نفس خود به پدرانشان پیروی کردند و آنها را در جهل و گمراهی هم شریکی نمودند. آنها را از الله گمراه کرده است. چه کسی هدایت می کند؟ آنها را هیچ یاری دهنده نیست که از عذاب الله نجاتشان دهد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس ای رسول خود و پیروان تو راه خود را به حق گرایی و اخلاص به سوی دین بگردانید و همیشه پایدار باش بر این دین اسلام که این فطرت الهی است که الله تعالی مردم را بر آن آفریده است. دیگرگونی در آفرینش الله نیست. این است دین استوار که بر راه مستقیم و به سوی خوشنودی پروردگار جهانیان و جنت او راه می نماید. ولی اکثر مردم این حقیقت را نمی دانند که دین حق اسلام است
نه دیگر دینها. منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. به سوی الله با توبه و اخلاص و عمل باز گردید و از او بترسید با انجام دادن امرهایش و دور بودن از نافرمانی‌هایش و نماز را با ارکان، واجبات و شرطهایش برپا دارید و از گروه مشرکان مباشید که برای او شریک می آورند. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. مباشید از کسانی که دینشان را پراکنده ساخته و گروه گروه شدند. هر گروه به آنچه که نزد خود دارند خرسندند و میپندارند که آنها بر حقند و دیگران ناحق. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فریق منهم بربهم یشرکون. و هر زمان به مردم رنج و زیان برسد با اخلاص پروردگارشان را دعا و التجا کنند و توبه کنان به سوی او باز می کردند. سپس چون رحمت خیش به آنها بچشاند آنگاه گروه از آنان باری دیگر به پروردگارشان شرک می آورند. لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. عاقبت نعمت را که به آنها داده ایم ناشکری کنند. پس در دنیا اندک از فراخ دستی و وسعگی رزق بهره‌مند شوید. ای مشرکان به زودی خواهید دانست چی عذاب شما را در آخرت انتظار است. ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما كانوا به یشرکون. آیا برهان و دلیل بر آنها نازل کردیم پس آن دلیل از چیزی که به الله شریک می سازند سخن می گوید. و اذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. چون به مردم رحمت بچشانیم شادمان می شوند با سرمستی و گردن کشی و چون به سبب کارهایی که کرده اند رنج یا کمبغلی یا قحطی یا بیماری بر آنها رسد ناگاه آنان مایوس و ناامید می گردند. یعنی بیماری، کمبغلی و سختی آنها را ناامید می کند. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا ندیدند که الله رزق هر کس را که بخواهد برای امتحان کردن فراوان می کند و برای هر کسی که بخواهد برای آزمایش کردن تنگ و کم می گرداند؟ البته در این فراوانی و تنگی نعمت عبرت‌هایی است برای مردمی که ایمان می آورند. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. پس ای مومین حق خویشاوندان، مسکین و در راه مانده را ادا کن. این بهتر است برای کسانی که خوشنودی الله را می جوید و اینهایند که از عذاب نجات یافتگانند. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. و آن مالی که به قصد ریبا می دهید تا فایده شما از مال مردم بیفزاید، پس نزد الله هیچ نیفزاید و مالی که برای خوشنودی الله از باب زکات و صدقه می دهید برکت آن بیفزاید. کسانی که چنین کنند پس اینها پاداش دوچند دارند. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ذات است که شما را بیافرید، سپس رزق داد، سپس میراند، سپس دوباره زنده میکند. آیا کسانی را که شریک الله میسازید هیچ از این کارها تواند انجام داد؟ الله تعالی پاک است و از هر چی برایش شریک می آورند بالاتر است. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به سبب اعمال مردم فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا به آنها جزای بعضی از کارهایشان را که در دنیا کرده بودند بچشاند، شاید که آنها از گناهانشان توبه کرده بازگردند. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. بگو ای پیامبر، به دروغ برآوردگان رسالتت در زمین بگردید و به چشم عبرت بنگرید که عاقبت کاری پیشینیان یعنی مانند قوم نوح، عاد و ثمود که اکثر آنها از مشرکان بودند چگونه بوده است. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس به دین درست و پایدار که همانا اسلام است روی بگردان با انجام دادن امرهایش و دور بودن از نافرمانی هایش و پیش از آن که روز قیامت فرا رسد که رد کردنش را هیچ کس نتواند. در آن روز مردم به گروه ها تقسیم می شوند تا اعمال خویش را ببینند. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. کسانی که کافر باشند کفرشان به زیانشان باشد و آنها که کاری شایسته کرده باشند پس برای خود پاداش نیکو آماده کرده اند. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین. تا کسانی را که ایمان به الله و رسولش آوردند و کارهای شایسته کردند از فضل خود پاداش دهد. به تحقیق الله کافران را دوست نمی دارد. و من آیاته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از نشانه های دلالت کننده بر بزرگی قدرت او آن است که بادهای مژده دهنده را می فرستد تا رحمت خود را به شما که همانا باران، فراوانی، سرسبزی است برساند و تا کشتی ها به فرمان او روان باشند و از فضل او روزی بجوید. باشد که شکر گوید و او را
به یگانگی پرستش کنید. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. و براستی ای رسول پیش از تو پیامبران را به سوی قومشان به عنوان بشارت دهنده و بیم کننده فرستادیم. آنها با معجزه ها و دلیل های روشن خود نزدشان آمدند. پس ما از کسانی که گناه کردند انتقام گرفتیم و هلاکشان ساختیم و یاری دادن مؤمنان بر عهده ما بود. این چنین میکنیم تا تکذیب کنندگان تو مادامی که بر دروغشان پایدار باشند و ایمان نهارند. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله ذات است که بادها را میفرستد تا ابرها را برانگیزد و چنان که خواهد بر آسمان پهن و پریشان کند و آن را پارچه پارچه کند. پس بینی که باران از درون ابرها بیرون می آید و چون باران را به هر کی خواهد از بندگانش برساند آنها شادمان شوند. و این كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین. و اگر چی پیش از آن که باران بر آنها ببارد ناامید بودند. فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. پس ای نظر کننده به آثار رحمت الله بینگر که چگونه زمین را پس از مردنش زنده می کند. در حقیقت الله بیشک زنده کننده مردگان است و هر کار تواناست و هیچ چیز او را ناتوان کرده نمی تواند. ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. و اگر باد بفرستیم که آفتزا گرم و سوزان باشد و کشتزارها را زیان رساند پس آن کشتزارها را زرد شده ببینند قطعاً پس از آن همه ناسپاس می شوند. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. به تحقیق تو ای رسول نمی توانی سخنت را به دل مردگان بشنوانی و نمی توانی سخن حق را به کاران یعنی کار از شنوانی حق بشنوانی هنگامی که روی برمیگردانند و میروند. پس از ایمان نیاوردن مشرکان غمگین مباش زیرا آنها مانند کاران و مردگان نمیشنوند و پیخست نمی کنند اگر چند حاضر باشند. پس چگونه است حال کسانی که از تو روی برمیگردانند و نزد تو حاضر نیستند؟ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تو ای رسول هدایت کننده نابینایان از گمراهیشان نیستی؟
تو صدایت را تنها به گوش کسانی میرسانی که به آیات ما ایمان آوردند، پس آنها فرمان بردارند. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله ذات است که شما را از ناتوانی یعنی از نطفه بیافرید و پس از ناتوانی نیرومند ساخت و آن جوانی است. آنگاه پس از نیرومندی ناتوانی و پیری آورد. هرچی بخواهد می آفریند و او به خلقش دانا و بر همه چیز تواناست. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. و روزی که قیامت برپا شود و همه از قبرهایشان برخیزند، کافران سوگند خورند که جز لحظه در دنیا نایستادند. این چنین از حقیقت و راه حق برگردانیده می شوند، یعنی آنها از فهمیدن حقیقت و پیمودن راه درست باز داشته می شوند، چه طوری که در دنیا دروغ می گفتند. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. آنان که دانش و ایمان داده شدند از فرشتگان، پیامبران و مؤمنان گویند: همانا شما ای کافران بر موافق کتاب الله تا روز قیامت در گور آرامی دهید و این روز قیامت است ولی شما نمیدانستید حق بودن این روز را. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. پس آن روز کسانی که ستم کردند عذرخواهیشان به حالشان فایده ندهد و به آنها مهلت توبه داده نخواهد شد، بلکه به سبب بدیها و گناهانشان عذاب داده می شوند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. و همانا ما در این قرآن برای مردم هر گونه مثل آورده و ای رسول چون آیات برایشان بیاوری که دلالت بر حقیقت پیامبری تو میکند، کافران حتما خواهند گفت شما بیهودگویان بیش نیستید. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. این چنین الله به دلهای کسانی که نمیدانند حقیقت آنچه را که به سویشان آوردی از عبرتها، آیات و روشنیها مهر می نهند. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس صبر کن ای رسول از آزار قومت که البته وعده الله حق است که تو را بر آنها پیروز می گرداند و هرگز کسانی که بر روز آخرت ایمان یقین ندارند تو را خشمگین و سبکسار نکند. شما سوره روم یعنی رومیان را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 60 آیت عبارت است. این تنها معنای قرآن کریم و این سوره است. ترجمه آن به زبان تاجیکی معنی پوره آن را به زبان عربی نمی دهد.
و اگر کجای ترجمان و یا ما به خطا راه داده باشیم الله ما را بیامرزد.